شما صحبت میکردیم تا سال 38 هجری براتو قصه کردم. خب سال 39 هجری در اومد، وقتی که امیر معاویه رضی الله عنه دید که طرفدارای حضرت علی تو چند ضعیفتر شده ایستادیان، تو چند پراکنده شده ایستادیان، دیگر او غیرت و شجاعتی که در جنگ صفین نشان داده بودند در وجودشون نمونده بود یا در وجود کم اندر کم شمانده بود. و وقتی که مصر ضبط کردند و محمد فرزند ابوبکر به شهادت رسید، خیلی جرأتش بیشتر شد. سال 39 الکی خشونها تأسیس داده و به مرز عراق با او سرزمینایی که تابع حضرت علی بدن فرستاد. از جمله نعمان ابن بشیر رضی الله عنه را همراه 2500 لشکر فرستاد به جانب موضع با نام عین التمر که مکان قبایل بنی تغلیب است. در عین التمر مالک ابن کعب از جانب حضرت علی والی تعیین شده بود، رهبر بود با 1000 نفر سرباز. وقتی که اینو شنیدن که خشون شامی ها می آیند، ببینه بجرأتی را 900 نفرش فرار کردن. مالک ابن کعب همراه 100 نفر موند. به حضرت علی مکتوب نوشت که من نمیدونم دیگه زنده ما را دستگیر میکنی نمیکنی، اما وضعیت بسیار بد است، همه گریخت، 100 شخص همراه مونده است. در مقابل قشون 2500 دشمن تسلیم نمیشه و که انشالله مرگ بر تسلیم شدن اولا میدونم جنگ قبول میکنم. حضرت علی در بالای منبر مردم دعوت کرد که مردم بیای به کمک مالک ابن کعب، اما طلبگارا نادر بودن، کم اندر کم بود. جنگ نابرابر قبول کرد مالک ابن کعب. تا نصف روزی با قشون 2 تا بیگاه حتی تا نماز عصر با قشون 2500 جنگ کرده است. اما خداوند یک کمکش براش فرستاد. عبدالرحمن ابن مخنف که از بنی ربیعه است با 50 سواره عازم کوفه بود. در راه از همین عین التمر که میگذشت حالا دید که مالک ابن کعب با دشمنان میجنگد، با ندای الله اکبر همین 50 سواره خودشون به قشون شامی ها زدن. این شامی ها گمان کردن که کمک از کوفه اومده است از جانب حضرت علی، دیگه دم خدا کردن گریختن. قشون 2500 مالک ابن کعب که از شدت جنگ میگه حتی دم شمشیرش گشته بود، از قهر غضب از قفاشو تاخت با اسب. 3 نفر میگه قتل کرد، بعد گشت اومد دلش خنک شد. یعنی که این خارج شدن اولی شامی ها نابرار انجام یافت و مراداشون نرسیدن. اما معاویه رضی الله عنه آرام نگرفت، باز یک قشون دیگر درست کرد و به سوی انبار فرستاد که اگر انبار را گرفتید بعدا میل کنید به سوی مدائن و همون مالی که بیت المال جمع آورده است ولی به کوفه نفرستادن، همون را بگیره بیوره. آمدن قشون به انبار هجوم کردن، اما دیگه جرأت نکردن به سوی مدائن روند. مال و ثروت زیاد به دست آوردن قفا گشتن. وقتی حضرت علی را شنید دیگه طاقت نکرد، خودش در اسوار شد، جانب نخیله روان شد. از قفاش اومدن که یا امیرالمؤمنین ما خودمون کفایت میکنیم تو آرام باش، اما گفت دیگه باور به شما ندارم، شما من او طرف بیستم خودتون کفایت کرده دیگه نمیتونید. از قفا اومد که دیگه دستگیرشون نکرد، به شام رفتیم. بعدن معاویه ضحاک ابن قیس یک سرلشکری خودش با 3000 قشون فرستاد، باز فرستاد به خاطر خب کشف رزوید که احوال چگونه است، آیا ضعف دارن یا ندارن. اما در مقابلش حضرت علی حجر ابن عدی تمیمی را فرستاد که قشون ضحاک شکست داد، با شکست مواجه ساخت، شبانه گریختند با به شام رفتن. سال 39 با همه جنگ‌های خرد که از دو طرف انجام میافت به پایان رسید. سال 40 آخران سال خلافت حضرت علی رسید. در ابتدای سال معاویه رضی الله عنه بصر ابن ابی ارتات که از قبیله عامر ابن لعی است، یکی از سرلشکراش است، با 3000 سواره
به مدینه منوره فرستاد، به حجاز. در مدینه آمدن کسی مقاومت نمیکنه که او مدینه رسول صلی الله علیه و سلم، کو جوان مردایی که در جنگ خندق پیش راه 10-12 هزار لشکر گرفته بودند، کسی دیگه مقاومت نکرد. حضرت ابو ایوب انصاری صحابی بزرگ پیغمبر که از جانب حضرت علی والی مدینه تعیین شده بود، جرأت مقاومت نداشت، در پهلوش کسی نبود، شهر پرتافت رفت کوفه، نزد حضرت علی اومد، گفت کسی نخیست، هیچ کس نخیست. بسر داخل مسجد نبوی شد، بالای منبر بر اومد، نعره زد، گفت یا بنی نجار، و یک چند قبیله ها را، یا بنی سلیمه و دیگر قوم هایی را که در مدینه میزیستند، یا بنی عبدالاشهل. گفت که او شیخی که من به او بیعت کرده بودم، منظورش حضرت عثمان است، نمیبینی باشی که او شیخ. قسم به خدا گفت اگر معاویه امرم نمیکرد تمام جوانای به بلاغت رسیده تون همش قتل میکردم، تمام بالغا را در مدینه قتل میکردم، اما معاویه امر کرد که به شما کار نگیرم. ولی دیر نشد از گفت بیایی بیعت کنی. این جان خون سوخته بسیار شیرینه. مردمی که به حضرت علی بیعت کرده بودند، بیعت داشتند، از ترس جان بیچاره اومدند با همین بصر ابن ابی ارطاد، یک جاهلی که اصلا صحابی پیغمبر نیست، اومدن بیعت کردند. وقتی بنی سلیمه به خاطر بیعت اومد، گفت من شما را نمیبخشم تا زمانی که جابر ابن عبدالله را پیدا نکنه، بیعت نکنه، شما را نمیبخشم. حضرت جابر ابن عبدالله پنهان شده بود. وقتی این سخن رساندنش به نزد مادر ما ام سلمه اومد، گفت مادر جان چیکار کنم؟ من میدونم که این لشکری باقی است، این مردم ناحق هستند، اما میترسم که جانم او طرف است، فرزندام قتل میکنن، قوم همه را نیست نابود میکنن. ام سلمه مادر ما گفت که برو بیعت که دیگه علاج نیست. من گفت پسرم عمر را امر کردم بیعت کرد. دامادم عبدالله ابن زمعه را، این عبدالله ابن زمعه شوهر همون زینب است، همون دخترچه خورده که پیغمبر صلی الله علیه و سلم وقتی نماز میخواند بالای گردنش سوارش میکرد، همون است. گفت رفتم بیعت کردم و حضرت جابر ابن عبدالله با دل ناخواهم در زیر شمشیر مجبورش کردن بیعت کرد. در مدینه چندی خانه ها را خراب کرد بسر. بعدا روانه مکه شد، به مکه اومد، بعضی از صحابه پیغمبر گریختند از مکه. تاریخ همی است برادران، حکم پروردگار همی است. وقتی به قدر شخصای بزرگ نرسیدی، بالا دمی ظالمان مسلط میشوند. باید به قدر شخصای بزرگ برسیم، باید حق شناس باشیم. مردمی که از قفای حضرت علی نخیستند، ببینه زرگوشوار از ترس بصر ابن ابی ارطاد دره به دره گرفته و پنهان میشدند. در مکه تمام مردم مجبور کرد همه بیعت کردند. از مکه خارج شد طرف یمن، به یمن آمد. در یمن عبیدالله ابن عباس برادر حضرت عبدالله ابن عباس پسرعمه پیغمبر والی بود، این بیچاره دیگه زورش نمیرسه، سراسیمه شتابان گریخت. بصر آمد در یمن تمام طرفدارای حضرت علی را قتل کرد، کسی دستگیر کرد. حتی دو پسرک خورد نابالغ از عبیدالله بودن، دو پسرک خورد، یکی نامش قسم، یکی جعفر، همون تفلکو را کشت. در خانه یک عربی بدیان، او بیچاره خیست از بن کنانه، گفت تو شرم نمیداری ای خدا، همین تفلکو چیکار کردی که تو قصد کشتن اینا داری؟ همون تکی از اول مرا بکش. بیچاره شمشیر کشید جوان مردونه. اول بیچاره اون مردی از بن کنانه را کشتن، بعد همین دو تفلک سرشون از بدنشون بریدن مثل گوسفند. ابن اسیر در کامل آورده است، در تاریخ الکاملش میگه همین بصر ابن ابی ارطاد آخرا دیوانه شی، خون او تفلکو میمونه نشه.
دیوانه شد، شمشیر در دست میگشت، درختها رو دشمن گفته و شمشیر میزد. اخیر شمشیر هم از دستش گرفتن، در دستش یک شمشیر چوبی داده بودن، کودک واری میگشت اینمی شاخی درختها را شکسته، به همون دیوانگی از دنیا رفت. وقتی که گپ به حضرت علی اومد از این واقعه با خبر شد که دو تفلک کشته است، در حقش دعای بد کرد که خداوند جوانمرگش بکشه، این بدبخته که توی درجه را ظالم بدست. بعد از بالای منبر گریان گپ زد که شما رو صدقه جوانمردی کنه، ای کاش که من در بین شما نمیشیدم، ای کاش که بعد وفات رسول الله صلی الله علیه و سلم و شیخین منم از دنیا میرفتم، شما نوجوانمرد بده، شما بی غیرت بده. و 3000 نفر خیستن، طرفدار شدن که میرین. تحت سرپرستی جاریه ابن قدامه و عازم راه شدن. اول آمدن به یمن، بسر گریخت نوجوان مردانه، بسر جرأت نکرد جنگ کنه، گریخت. بعدا عازم مکه شد، مکه را رفت گرفت و مردم مکه گفت شرمنده ها بیعت نمیکنه، شما با بسر بیعت کرده و با علی نه. همه وقت آوازه شده بود که حضرت علی به شهادت رسیده است. گفتم با کی بیعت کنه؟ امیرالمؤمنین شهید شده است. گفت به حسن بیعت کنه، به هر کسی بیعت کنه که مردم کوفه بیعت میکنن. مجبور شو کردم بیعت کردن. این شرمندگی را ببینه. مردم دیگر به درجه ضعیف ایمان شده بودن که همه بیعت شدن، مثل دستک واری عوض میکردن، پرچتکه واری. از اونجا با مدینه اومد، تمام مردم مدینه را امر کرد که برای حسن بیعت کنند. برای حسن بیعت گرفت از مردم مدینه. بعد بازگشت اومد، اما در این بین حضرت علی به شهادت رسیده بود. گفتیم که حضرت علی در جنگ نهروان گروه خوارج قتل کرد. وقتی از حد گذروندن و تجاوز کردن، از میانشون همگی 7 نفر زنده مونده است، به بعضی روایات 9 نفر، دیگر همش از نمی شمشیر گذرونده بود. و همون پیرو و هواخواهاشو در دل قصد علی داشتند، دشمنی علی داشتند. یک روز 3 نوجوان مرد از همین خوارج جای جمع بدن، از زمانهای گذشته قصه میکردن با سوز و گداز که فلانی را کشت علی، فلانی را کشت علی، فلانی در فلان جنگ شهید شد، فلانی فلان شد. و گفتن که نه خب برادرای ما کشته شدن، ما مثل زن آرام شینیم، قصاص برادرامون نگیریم. یکی از میانشون با نام عبدالرحمن ابن ملجم مرادی، در ابتدا میگن از بنی تمیم بود، بعدت به بنی کنده رفت، هم پیمان شد. این بدبخت گفت حضرت علی در ذمه من، علی را من میکشم. یک نفر دیگه با نام بورک ابن عبدالله تمیمی گفت من معاویه را شرش از شما کفایت میکنم. خب شریک سوم شو عمر ابن بکر تمیمی گفت که من مصر میروم و عمر ابن عاص به هلاکت میرسونم. هر سه گپ زنان کردن، تاریخ هم معین کردن که در روز 17 رمضان پیش از نماز بامداد، بعد دمیدن صبح صادق در ماه شریف رمضان، گفتن همین کار یک بار در یک روز هر سه ما انجام میدیم. و این بدبخت عبدالرحمن ابن ملجم با اقرار خود به 1000 درهم شمشیر خرید و مدت 40 روز او شمشیر در زهر میگذاشت هر روز که خوب زهر بگیره در خودش، در زهر حلاهیل. اومد به کوفه، منتظر نشسته بود که کی میعاد میآید. در این بین یک روز جای نشسته بود، یک زن اومد، بسیار زن صاحب جمال با نام قطام. و این زن قطام ابن جهنه نمازخوانی اومده ایستاد دست مسجد، دید گفت این کی است؟ این زنی قدر زیبا. گفتن این یک زنی مصیبت زده است، در جنگ نهروان حضرت علی پدر و برادر اینا کشتگی است. دیدش بسیار صاحب جمال، اومد نزدش خواستگاریش کرد. زن گفت 3 شرط دارم، اگر همین 3 شرط اجرا کنی من راضی هستم، میگیرم.
پرسید کدام شرط؟ گفت اول 3000 دینار مهریه میتی، دوم یک کنیزه که یک غلام برام هدیه میکنی، سوم حضرت علی کرم الله وجهه به قتل میرسونی. این بدگهر گفت من خودم به همین خاطر اومدم، تا حاضر به کسی اقرار نکردم، نه که خاطر داسوده باشم، من به همین خاطر اومدگیم. 3000 درهم داد، دو غلام همون کنیزه که غلام داد اینا نکاح کرد، گرفت بدبختی قطوما. ببین این کینه تا کدام درجه در اون سوز است. دشمن اگر پشه باشد کمتر از فیلش مدان. بهوده نگفتیم بزرگان. یک زن ببینه تا کدام درجه را کینه داره در دلش. و مرد را با نام وردان از قبیله خود، از قوم خود آوردش، گفت اینمی کمکت میکنم. همچنین یک راهزن بدبخت دیگر بود با نام شبیب، او را دعوت کردن، گفتن یک کاری خیر است، بیا اشتراک، هم نامت میبروی و هم صاحب مال و ثروت میشی. گفت چی کار است؟ گفتن همین حضرت علی را میکشیم. گفت خاک در سرت، آدمی دیگر نیفتی، کسی جرأت نمیکنه به علی نزدیک شوه، اینا چه خلبو میکشیم؟ بدبختی عبدالرحمن گفت در داخل مسجد حضرت علی با شمشیر داخل مسجد نمیشوه، نخست میزنه باشه. صبح نقشه همو کشیدگی است. نما این بدگهر هم راضی شد. صبحی روزی اکا حضرت علی آگاه بود، میدونست که شهید میشوه. به درجه دیگه دلش مانده بود از مردم که بسیار دلخوره شده بود. مرگ آرزو میکرد حضرت که از همه زندگی با این نوجوان مردا و بغیرت ها مرگ برای من اولاتر است. یک حدیث است امام حاکم در کتاب المستدرک علی صحیحین روایتش کرده است از حضرت علی رضی الله عنه، و امام ذهبی در تلخیص موافقت میکنه با امام حاکم. یعنی حدیثی صحیح است که پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم بار به حضرت علی مراجعت میکند و میگوید الا ان الامه ستغدر بك بعدی، آگاه باشی علی که امت بعد من به تو خیانت میکند، و انت تعیش علی ملتی و تقتل علی سنتی، تو به ملت من زندگی میکنی و طبق سنت من به خاطر دفاع از سنت من به قتل میرسی، به شهادت میرسی. من احبک احبنی و من ابغضک ابغضنی، هر کسی که تو را دوست داشت مرا دوست داشته است و هر کسی که با تو دشمنی ورزید با من دشمنی ورزید است. در یک روایت اومده است که با پیغمبر دوام میده که و من احبنی فقط احب الله یا احبه الله، هر کسی مرا دوست می‌داره او خدا را دوست می‌داره یا خدا او را دوست می‌داره. بعدن حضرت گفت ستخذب هذه من هذا، زود است که ریش نشان داد. همین ریش گفت از سرت به خون آلوده می شود، یعنی ضربه را در سر میخوری. یکی از معجزات حضرت رسول الله صلی الله علیه و سلم است که بعد وفاتش واقع شد. حضرت علی میدونست، حتی بعضا غضبش میکرد، میگفت کو همون شرار، کو همون قاتل ابله چرا تأخیر میکنه، چرا کار تیز تمام نمیکنه که زود به وصال خدا برسه. در همین صبح 17 حضرت فرزنداش از خواب بیدار کرد. بعد نماز تهجد رمضان بود، بعدا به نماز آمد، از در مسجد وقت وارد شد گفت الصلاة الصلاة، به نماز بیایه، به نماز آماده شوه ای مردم. همه وقت هجوم کردن. اول شبیب زد ضربه، حضرت خش قفا کشید، شمشیر در زد، در تخته در خورد. اما این بدبخت ملعون از این طرف بود، در قرن حضرت در پیشانیش از پیشانی بالاتر در همه آبکی سر با شمشیر زد، با شمشیری که با زهر و مخته بود. در یک لحظه خون تمام روش فرا گرفت. این بدبخت شبیب گریخت،
از فرصت استفاده بود در میان مردم آمیخته شد، گریخت. وردان تا خونش گریخت، اما یک شخص از حضرموت از قفاش اومد در خونش قتلش کرد. اما عبدالرحمن ابن ملجم دستگیرش کردن، میخواستن پارش کنن، اما حضرت علی معنیشو کرد، گفت آرام باشی، ما حق نداریم. گفت اگر گفت به شهادت رسیدم، به حضرت حسن فرزندش گفت که با همین شمشیر خودش بدبخت قتل کن، اما اگر به شرطی که زنده موندم من خودم خطیش صحبت بکنم. خون از سر روش میریخت. حضرت با عبدالرحمن ابن ملجم مراجعت کرد، گفت بدبخت، گفت مگر من در حقیقت نیکی نکرده بودم؟ گفت بله. تو به سعادت. گفت چرا این کارا کردی؟ با چی خاطر؟ گفت گپ بسیار نکن، من این شمشیر 40 روز در درون زهر گرفتم، اگر گفت یک شهر به همین ضربه بزنم همش بمیرن. مهلتت بر شمار است، اگر یکم وصیت داری وصیتات بکن، گپ بسیار نکن. و حضرت وصیت تاریخی خود کرد. در همون حالت خونش آوردنش، جیانش جعده ابن حبیره پسر امیهانی پسر اپاش پیش در آورد، گفت نمازی مردم بخوان. خودش آوردن در خونه. با بعضی روایات روز جمعه شب شنبه تا صبح تا شب یک شنبه را زنده بود. با بعضی روایات همون روز میگن جان به جان آفرین تسلیم کرد، اما وصیت کرد. باور کنه وصیت چه میخونه گریان میشه. وصیت از مال و ثروت دنیا نه، از جاه و منصب نه، از تقسیم مال نه. وصیت از نماز است، وصیت از روزه است، وصیت از حج زکات است، وصیت از صدقات و خیرات است. وصیت به این است که حق خدا را همیشه از همه بالا بداره. حضرت با تاکید میکنه الصلاة آگاه باشه، نماز ترک نکنه، نماز ترک نکنه. فانها خیر موضوعه، نماز بهترین چیزی است که خدای تعالی در روی زمین وضع کرده است. و صیام فانه جنه، روزه را بداره که این روزه سپر است برای شما، از تمام بلاها نگهتون میداره. و زکاه و صدقه فانها تخفئ غضب ربی، زکات مالتون بتین، صدقات بتین، زیرا غضب خدا را فقط زکات و صدقات میتونن که خاموش کنن. بعد امام حسن و امام حسین تاکید کرد که پسرای کلان من شما هستید، دو درکاتون خش رو نگاه کنید، حریم پاک ما را آلوده نکنید. و محمد ابن حنفیه پسرش در پهلوش بود. سبحان الله. با محمد گفت بچه جان، گفت ایو مولای تا هستند، ایو رهبرای تا هستند، هم برادرای بزرگت هستند، هم حق دارند در بالای تو، اطاعت اینا را کن. و به امام حسن و حسین گفت شما میدونید که من محمد دوست میدارم، محمد دوست میدارم، شما هم دوستش بدارید. نکنه که مثل بعضی ظالما دادرکای خورد ایختون را ترک کنه، هرگز برادراتون را ترک نکنه، به جایی که رفتی همراه ببره. همین نصیحتی پدر گرفتند حضرت ها که وقتی میخوانیم حرب کربلا را، در حرب کربلا قریب اکثر کلی فرزندای حضرت علی به شهادت رسیدند، زیرا حضرت امام حسین یگان تشنج گذاشت، غیر محمد ابن حنفیه که به سفر برآمده بود همه را دیگه خطش گرفته بود، خواهراشا برادراشا هم همراهش بود. و حضرت شبانه گرانده شد. حضرت علی در مسئله موضعی که گرانده شده است اختلاف فی حد بسیار است. خطیب بغدادی چندین روایت ها را آورده است با اسناد. با یک روایت که روایتی صحیح تر است میگن حضرت علی را شبانه فرزنداش امام حسن، امام حسین و عبدالله ابن جعفر
پسر برادرش شستند بر قصر الاماره دار الاماره در همون مکانی که زندگی میکرد در حولی خلوت گراندنش. در یک روایت دیگر اومده است که از طرف قبله از طرف محراب مسجد از پشت مسجد شبانه بردن پیش از او که مردم به نماز بامداد بیاین حضرت گراندن اما موضع قبرش پنهان کردن از ترس همین خوارج ملعون که مبادا آمده و قبر نکنن مرده را برآورده با همون مرده مقصد ظلم و ستم نکنن. بدبختای فعل داشتن قبرها را میکندن مرده ها را آتش میزدن. لعنت خدا بر ایشان باش. در یک روایت دیگر اومده است که بیرون از کوفه خارجش کردن در یک موضع پنهانی گراندنش و همون موضع را غیر فرزنداش کسی نمیدانست. حتی خطیب یک روایت دیگر آورده است که میگه امام حسن امام حسین حضرت علی را بالای شتر بار کردن در یک صندوق گذاشته بودنش در یک تابوت و به مدینه منوره برده و در پهلوی مادرش و بی فاطمه گراندن. این روایت هم است. با یک روایت دیگر اومده است که وقتی که میبردنش در راه شتر ناخواست تور گرفت گریخت شتر شب گم کردن. شتر به یک گروه از قبیله بنی تی افتاد. اونا گمان کردن که در داخل صندوق زیور است. وقتی پایونش کردن دیدند یک شخص نورانی در داخل تابوت خواب است. گرفتن در خاک گذاشتنش گورش کردن قبرش کسی نمیدونه که در کجای. و خطیب و دیگر بزرگا ابو نعیم اصفهانی و تمام معارخ‌های بزرگی الحمدلله اهل سنت و الجماعه تاکید میکنن از امام طبری شروع کرده میگویند همین قبری که ولی در نجف است و میگن مرقد حضرت علی است همین به ثبوت رسیدگی نیست بلکه حتی ظن زیاد است گمان زیاد است. بعضی‌ها یقین هم کردند که این قبر مغیره ابن شعبه رضی الله عنه است. در این موضع حضرت مغیره گرانده شده است. روایت میکنن از مطر که گفت اگر ایشیا میدونستن که در اینجا قبر کی است قبرش هم شب میکردن اما بیچاره نمیدونن همین غلو کرده و بالای همین قبر گرفتن همین را مرقد حضرت علی گفته. بعضی متعصب احمقش حتی از کعبه و از همه بالاش میدونن. نعوذ بالله. خب یک روایت اومده است وقتی کتابای تاریخی را دیدم یک روایت اومده است اسنادش بسیار ضعیف است اما به هر وجه اگر شما بدونه خوب است. از ندونستن تو دانستن تو بهتره. تاریخ دانستن همیشه خوب است برادرای عزیز. از هنگامی که چشنه می رفتیم در مسکو بودیم در مهمانخانه یک برادر اسپانی مسلمان شده است. پرسید که صلات مغرب گفتیم الحمدلله صلات ما در حجره ما نماز با جماعت خوندیم. بعد قطعش صحبت کردیم از کجا هستی و چی هستی و از اسپانیا بود است. صحبت رفت همین برادر دعوا میکنه که اسپانیا را میگه عرب ها ضبط نکردیان. ای سبحان الله چه خیلی مسلمان شدن این مردم میگه اینا خودشو اسلام قبول کردیان کسی اسپانیا را ضبط نکرده است. راستی او برادر انگلیسی گپ میزنه عربی را نمیدونست استم یک چند کلمه میدونست است خلاص. هرچی الحمدلله همین برادر ما عبدالله رهنما خدا مش درست کنه من این را همشو عالی میشناختمش میدونستم اما وقتی که از نزدیک آشنا شدیم دیده از شنیده بالاتر بود است. حساب حالش حقیقتا عالی واقعی و از این بالاتر از این بهتر محب اسلام بود است. علمایی که محب اسلام باشند در نظر دارم بعضی زیایی را کم هستند انگوش شمار هستند. این از همون برادرایی است که محب اسلام بود است. خدا برکتش بده. این ترجمه میکنه کرد. بعد من خودش بحث شروع کردم تا ساعت 12 میشه بحث کردیم. بعد دلیلش آوردم ایالا گفتم مردک آخه عربا که اسپانیا نرفته باشن جبرالتر چی میگویی؟ جبرالتر گفت او جبرالتر به نام تاریک است. گفتم خیلی تاریکیه؟ گفت این تاریک یک پادشاه گوت ها قوم های گوت یعنی قبیله های گرمانی. از کجا میگویی تو ایگا پوتا؟ نام یک کتاب هم میبرم معلیفش کی؟ گفتم تولد شدگی گفت سال 1924 مرد است. گفتم این اعتبار نیست گپی را نامعقول کرده است.
بعد از کتاب مستشرقای خارجی و از کتاب تاریخ نگارای اسلامی و براش دلیل و حجت بسیار آورده بود. جنگ‌های تاریخ ابن زیاد، شکسته شدن قشون یا تو هسته فریدریک پادشاه گونها گفتیم به جنگ می آید، کشته شدنش ایالا گفتیم اخیر مسترمان بعد دستاشو برداشت تسلیم شد. برادرمو عبدالله رهنما میگه که دولی هم سری وقت بس که این میگه پروفسور هیستوریا. ما گفتم پروفسور خوک نیستیم، نه که الحمدلله ای تاریخ مخبر هستیم. اگر که تصور کنه که من تاریخ نمیدونستم قطعی برادر چه خیلی گپ میزدم، چه خیلی را اثبات میکردم که الحمدلله مسلمانای عرب، مسلمانای بربر داخل اسپانیا شدن، در اوج اینقدر حکومت ها تشکیل کردن، دولت ها تشکیل کردن. آخران دولت شد دولت غرناطه گرینادا سال 1459 برهم خورده است از جانب شاه فردیناند پادشاه اسپانیا. وقتی همین گپورا که گفتمش به همین نامو بعد تسلیم شد، نباشه قبول نمیکنه. از همین خاطر این تاریخ بسیار